سلام. توی این ویدیو میخوایم که تنظیمات مختلف توییتر رو براتون توضیح بدیم. این ویدیو قراره که به صورت یک مجموعه ویدیو تولید بشه، چون که کل تنظیمات توییتر رو میخوایم توضیح بدیم و تنظیمات زیادی هستن که بخوایم توی یک ویدیو توضیح بدیم یکم طولانی میشه. حالا ما توی ویدیوهای قبلی بهتون روش تهیه اکانت از فروشگاه بلو و وارد شدن به اکانت رو آموزش دادیم. حالا ما الان توی اکانت توییتر هستیم و میخوایم که یه سری تنظیمات رو تغییر بدیم. توی این ویدیو اول میخوایم که یک سری تنظیمات خیلی پرکاربرد که اکثر کاربرامون میخوان اونها رو تغییر بدن رو به شما معرفی بکنیم و اونها رو توضیح بدیم و در سری ویدیوهای بعدی به صورت قسمت به قسمت هر کدوم از قسمت‌های تنظیمات اکانت توییتر رو به صورت کامل توضیح میدیم. حالا بریم سراغ اون تنظیمات پرکاربرد. خب برای اینکه به تنظیمات توییتر دسترسی داشته باشید، توی نسخه دسکتاپ یا مرورگر یا وبسایت توییتر و روی گزینه مور کلیک میکنید و سپس settings and privacy رو روش کلیک میکنید که کنارش یه آیکون چرخ دنده هست. اگه که زبان توییتر شما انگلیسی نیست، ما تنظیمات رو روی زبان انگلیسی توضیح میدیم، ولی خب مسیرها روی زبانهای دیگه هم به همین شکل هستن. خب قبل از همه چیز میخوایم که زبان توییتر رو بهتون بگیم که از کجا تغییر میتونیم بدین. خب حالا وقتی وارد پیج تنظیمات توییتر شدین، از پایین 1 2 سومین گزینه. خب حالا چون ممکنه زبان توییترتون انگلیسی نباشه، این گزینه‌ها اسمشون شاید متفاوت باشن. حالا اسمش accessibility and display and language هست. ما این رو انتخاب میکنیم. حالا توی این صفحه از پایین باز هم دومین که کنار گزینش یک آیکون کره زمین هستش، روش کلیک میکنید و اینجا فقط یک گزینه هستش، روی این کلیک میکنید. اینجا تعدادی زبان هستن و خب مور رو کلیک میکنیم و تا که همه زبان ها رو بهمون نشون بده. برای مثال ما میخوایم که زبان رو روی فارسی تنظیم کنیم. حالا اینجا میتونید که چندین زبان هم برای محتوا انتخاب کنیم، میتونید چندین زبان انتخاب کنید که از این زبان ها محتوا بهتون نشون بده و در مرحله بعدی ازتون میخواد که زبان اپ رو انتخاب کنید. حالا ما گزینه بریتیش انگلیش رو انتخاب کردیم با گزینه زبان فارسی. حالا نکست رو میزنیم. توی این صفحه از ما میخواد که زبان اصلی توییتر رو، یعنی زبانی که گزینه ها رو توش نمایش میده رو انتخاب کنیم. حالا ما گزینه فارسی رو انتخاب میکنیم. خب همینطور که میبینید زبان توییتر کامل فارسی شد. حالا ما مجدد زبان رو به انگلیسی تغییر میدیم. خب به این شکل میبینید که زبان مجددا انگلیسی شد. حالا این از قسمت زبان. به این شکل میتونید که زبان رو انگلیسی بکنید تا بتونید راحت‌تر بقیه قسمت‌های آموزش رو دنبال بکنید. حالا که زبان رو انگلیسی کردیم، قسمت اولی که میخوایم توضیح بدیم و اکثر تنظیمات مهم توش هست، قسمت یور اکانت هستش. وارد این قسمت میشیم، وارد قسمت اکانت اینفورمیشن میشیم. خب ما اگه بخوایم که آیدی اکانت رو تغییر بدیم، اینجا باید این کار بکنیم. یعنی وارد قسمت یور اکانت، اکانت اینفورمیشن و بالاترین قسمتش مربوط به یوزرنیم هستش. از اینجا میتونیم آیدی اکانت رو تغییر بدیم. مثلا یک هشت اضافه بکنیم، گزینه سیو میاد، سیو رو که بزنید آیدی اکانت تغییر میکنه. قسمت پایین تر که فون نوشته مربوط به اضافه کردن شماره تلفن همراهتون به اکانت هستش و قسمت پایینتر مربوط به تغییر ایمیل اکانت هست.
در صورتی که میخواید ایمیل اکانتتون رو تغییر بدین، گزینه آپدیت ایمیل رو میزنید. حالا ما چون به تازگی وارد اکانت شدیم، بر اساس قوانین توییتر تا 2 روز نمیتونیم که ایمیل رو تغییر بدیم. بعد از 2 روز میتونیم که ایمیل رو تغییر بدیم و این جزو قوانین توییتر هستش. ولی خب در صورتی که بعد از 2 روز بخواید این کار رو بکنین، گزینه آپدیت ایمیل رو میزنین، ازتون پسورد میخواد مجدد و در مرحله بعد ازتون ایمیل میخواد و بعد که نکست رو میزنین یه کد به ایمیل جدیدی که وارد کردین، نه ایمیل سابق اکانت، به ایمیل جدیدتون یا ایمیل شخصی خودتون میفرسته. کد رو وارد میکنین و تایید میکنید و ایمیل تغییر میکنه. این از ایمیل. و قسمت بعدی که مهم هست این قسمت Protected Tweets هست. اگر که میخواین اکانت توییترتون رو پرایوت کنید یا اینکه اکانتی که خریداری کردید پرایوت هست و میخواید اون رو پابلیک کنید، از اینجا میشه این کار رو کرد. خب اینجا در صورتی که این گزینه فعال باشه به این معنی هستش که اکانت پرایوت هست و اگر که غیر فعال باشه به این معنیه که اکانت پابلیک هست. حالا در صورتی که اکانت پرایوت باشه، کسایی که شما رو فالو ندارن نمیتونن که توییت های شما رو مشاهده کنن. قسمت پایینتر هم که زیاد مهم نیست ولی خب مربوط به اینه که چه کسایی میتونن شما رو تگ کنن و نوتیفیکیشن مربوط به اون هستش. حالا این قسمت هایی که بگذاریم، قسمت بعدی که باز برمیگردیم تو قسمت اصلی your account. روی your account کلیک میکنیم. قسمت پایین تر از account information مربوط به تغییر پسورد اکانت هستش. در صورتی که میخواین پسورد اکانت رو تغییر بدین، از این قسمت میتونین این کار رو انجام بدین. توی کادر اول پسورد فعلی اکانت رو وارد میکنید و توی 2 تا کادر بعدی پسورد جدیدتون رو وارد میکنید. توی این کادر پسورد جدیدی که میخواین ست کنید رو وارد میکنید و اینجا اون رو تکرار میکنید و بعد گزینه سیو رو کلیک میکنید. این بود تنظیمات مهمی که خیلی از کاربرامون دنبال اونها میگشتن. حالا بازم اگر سوالی دارین درباره تنظیمات میتونید با پشتیبانی فروشگاه بلو از طریق تلگرام در ارتباط باشید. با تشکر از شما.